سلام، خوش اومدیم به ولاگ یک روز با من. شایدم بیشتر با من، شایدم نصف روز با من، نمیدونم. ولی تصمیم گرفتم که ولاگ بگیرم. اونم یه دلیل داره، اینکه من تقریبا 1-2 هفته است که به شدت میخوابم. اصلا صبح پا نمیشم. حتی دیروز من تا 9 شب خواب بودم و یه بارم پا نشدم. خیلی میخوابم و این موضوع واقعا رو مخمه. سعی کردم یه خورده به لایف استایل عادی زندگی برگردم. بعد این همه فروپاشی روانی سعی کردم به لایف استایل عادی برگردم. واسه ناخونامو نگاه کنید، همشون شکسته، لاکشلاش هم رفته، واقعا وضعیتش داغونه. آره، اومدم ولاگ بگیرم که شاید به خاطر ولاگ یه خورده خودم رو جمع جور کنم، باشم یه کاری انجام بدم. حداقل الانم ساعت 6:05 صبح. صبحونه رو با هم دیگه درست کنیم. من زیاد ایده ندارم که چی میخوام درست کنم، ولی فعلا یه مرتبه بدون روغن برداشتم. یه خورده شیر میریزم تو بشقاب که یه خورده نون توست توش بخیسونم، خیلی کم نم دارش کنه فقط. دیگه بیاید فعلا قهوه رو با هم دیگه درست کنیم. یه خورده تو این آب ریختم، الان میخوام توش قهوه بریزم، یه خورده توش یه قاشق چای خوری واسه سرپر شخصه اینطور. توش قهوه خوری ریختم، قهوه خوری رو میریزم این تو. توش هم یه مقدار شیر میریزم. صابونمو درست کردم و به شدت ازش راضیم. خیلی خوشمزه شده. بذارید نشونتون بدم. آقا الان ساعت 11:30. من رفتم یه خورده آرایش کردم که برم بیرون. مدرسه همون گفته که باید 3 تا عکس پرسنلی بگیریم که ببریم مدرسه بر گواهی اشتغال به تحصیل، که بعدش بتونیم عکس شناسنامه بگیریم. من یه خورده آرایش کردم برای عکس شناسنامه، امیدوارم مثلا گیر ندن. آرایشی هم کردم که زیاد مثلا مشخص نباشه، در این حال چون قراره خیلی از این عکس شناسنامه استفاده بشه، گفتم توش هم خوب نظر بگیریم. اینم از فاینال استایلم، ولی بیاین بدترین قسمت استایل رو بهش اضافه کنیم. این شما و این بدترین آیتم استایلم، مقنعه. اینم از مقنعه. عطر بزنیم و بعدش بریم. اصلا آدم بیرون که میاد انگار وارد کوره آدم پزی شده، انقدر که گرم. اصلا خیلی این تابستون واقعا گرم. من برای این کیفمو برداشتم، برای کفشم این کفشمو. رفتم عکسمو گرفتم، بد نبود، خوب بود. الان دیگه دارم میرم خونه. دوست ندارم برم خونه، ولی تو این گرما مثلا کاری هم ندارم که انجام بدم، پس میرم خونه. ولی خیلی کم بیرون بودم. دارم فکر میکنم شاید برم کتاب خونه، نمیدونم، حالا فکر میکنم راجبش. دیگه تصمیم بر این شد که باشم برم کتاب خونه. 2 تا هم کتاب برداشتم با خودم ببرم. یکی تمرین مسئله، یکیش هم تغییر
عادت‌ها با ذهن آگاهی. بعضی وقتا آدم دلش میخواد بره بیرون، تو خونه نباشه، یعنی هر جایی باشه الا خونه. این فقط میتونه آرومش کنه. پس من تصمیم گرفتم برم کتابخونه. نگاه کنید کتابخونه اینجا وسط پارکه. چقدر جای خوشگلیه. من خیلی موضوع رو دوست دارم که کتابخونه‌اش وسط پارکه. قبل از اینکه وارد کتابخونه اینجا بشیم باید شال سر کنیم. من از کتابخونه برگشتم، زیاد نتونستم اونجا بمونم، خیلی گرمم بود، خیلی هم تشنم بود. مامان جونم اینا هم یه ساعت دیگه مثل این که میخوام بیان خونم و گفتم برم خونه. خیلی گرمه واقعا، اصلا نمیتونستم درس بخونم. یه مقدار خوشنویسی تمرین کردم، اومدم درس بخونم، نت اذیت کرد و اینا دیگه. منم بیخیال شدم، گفتم برم خونه درس بخونم. فعلا دیگه تو راه خونم. لباسامو در میارم، همینطوری میرم هم. از همون اومدم و همچنان گرممه. تابستون اینطوریه که انگار مثلا باید روزی چند بار بری همون. من دیروز همون بودم ولی خب امروز رفتم بیرون، اومدم خونه باز رفتم همون. خیلی هوا گرمه. الان از همون اومدم یعنی کولر رو گذاشتم 2 تند، انقدر که گرمه. مامان جونم از مشهد برام روسری و چادر آورده، ببینیم چه شکلی میشیم توش. اینم از من رهای چادری. خیلی اینجاش خوشگله، آستیناشو خیلی دوست دارم، واقعا خوشگله. مواظب به نظرم به من میاد حجاب. من حجاب کلا دوست دارم ولی خب با حجاب نیستم. باز عوض کردم، دوباره دارم میرم بیرون. یه چیز اینا رو پوشیدم، اینم گیرم. من خیلی دوستش دارم این که شبه باز خیلی هوا گرمه. دارم خود دوباره برم همون ولی من این دور مدفعه موهام نمی کنم. بریم این اتاقی که صبح مثل دستگل کرده بودمشو دوباره تمیز کنیم. خدایا
سلام دوباره. من الان فردای دیروزه. من رفتم عکسمو تحویل گرفتم، ساعت تقریبا 9:40 اونجا بودم. الان 10:40 است و مدرسه ساعت 11 میبرد. الان تون دارم میرم مدرسه ببینم چی میشه. فعلا تو مدرسه مونم، جایی که هیچ وقت کارامون رو انجام نمیدن. اینجا سالن آرایشی ما بود، میمدیم اینجا آرایش میکردیم. دلم براش تنگ میشه، نمیدونم شاید هم نشه ولی فکر کنم تنگ شه. هیچ وقت هم کارامون رو درست انجام نمیدن. این از گواهی اشتغال به تحصیلم، بالاخره گرفتمش. دلم نمیاد از مدرسم خداحافظی کنم. یادش بخیر. خداحافظ مدرسه ناقشنگم. آخه دلم براش تنگ میشه با اینکه ازش خوشم نمیومد.